داشتم عکسای گرند کنیون آریزونا رو نگاه می‌کردم که یکی بهم گفت دره خزینه لرستان رو دیدی. داشتم کوههای مریخی صحرای آتاکامای شیلی رو می‌دیدم که یکی بهم گفت شهداد کرمان رو رفتی. دلم داشت واسه ساحل شبتاب مالدیو رنج میرفت که یکی عکسای ساحل شبتاب روستای تنگ رو نشونم داد. مونده بودم که چطوری توی جنوب غربی آفریقا و سواحل نامیبیا کویر و اقیانوس به هم رسیدن. یکی زد رو شونم و گفت آیه بریم روستای درک. کوههای رنگین کمونی جانگدانگسیای چین هوش از سرم پرونده بود که فهمیدم خودمون کوههای آلاداغلار زنجان رو داریم. با دریاچه صورتی گیبسون تو استرالیا خیلی حال کردم، ولی با دریاچه صورتی لیپار بیشتر. سواحل صخره‌ای بانداکلیف استرالیا واسم جذاب بود تا اینکه فهمیدم ساحل مکثر هرمزگان کجاست. دره آتش نوادا کم نظیره، شبیه کالجنی تبس. جزیره فیفی تو تایلند عالی بود تا اینکه با تنگه کافرین ایلام آشنا شدم. پاموکاله ترکیه فوق‌العاده است، ولی تا وقتی که چشمه بادافسورت ساری رو ندیده باشی. فکر می‌کردم برای تماشای شگفتی‌های طبیعت باید تا اون سر دنیا رفت، ولی فهمیدم شگفتی از اون چیزی که فکر می‌کنیم بهمون نزدیک‌تره.